خواهد گپای سخت زداشیم حضور انشاءالله خدا خواهد، لیکن از روی خدا خواهد همش فایده شماست. بعضی وقت عصبی میشم انشاءالله، بعضی وقت خدا خواهد انشاءالله داد میگم، لیکن همش فایده ما. رفتار مردم میبینم، گفتار مردم میبینم باور میکنین خدا خواهد در کرتم میگم های مردم امروز کور نیستیم اما حدید هستیم، لیکن از خدا میترسم. مثل ترکی آبین خدا خواهد یک لحظه نمیبیزد، ای خدا بترس. نه ترکم بود خدا خواهد نه کی داشتش تو نیست، کی چیکارش کرد، چند هزار چند میلیون آدم برفت. ما هم قسم ما هیچ سیاسی هیچی نیستیم. توبه که خدا خواهد انشاءالله. بچه ها دخترها را گو بسیار شوخی نکنن، توبه راه عبادت گیرن که این بلاها هم به سر ما اومدنش هیچ گپی نیست. وقتی که هر چیزی میگه حد اعلی است از حد گذرد رسوا شود یا نه برار. خدا حد موندگی از حد که بور میدی رسوا بشی، خدا میبیزد یک دقیقه نه نکی کار خدا خواهد کاری که الله راضی شود. من مفتی حضرت دینده سوالم برد کتاب است، من سوخنده 60,000 سوم میستد. دینده سوالم تو در آید مرگ و مردن پول را دادگی است. 8 کتاب فتوا کتی جامع الرموز، شرح الوقایه، هدایه، خلاصه، همین کتابان همش از روش فتوا آوردگی است. حتی در خلاصه مکروه به تحریم است میگه، در اونجا 20 و 40 بین ضیافت کشیدن. عزیزی من ما بچه‌شون دیدگیش نیستیم، من هیچ وقت قبول نمیکنم. چون که من چندین عالم‌ها کتیم هم صحبت شدم، چندین عالمایی کتیم نیست. خیر احسان هیچ کس نمیدارد، خیر احسان روزی مخصوص ندارد. خیر احسان کی بکن نیکی این من شما 7 که مردم از ترس مردم میکنی، نه 20 از ترس مردم میکنی و مردم گپ میزنن. مردم که مردم پیشکش کردی خدامون گناهگار هستی. مباد که من نماز میخونم برای خدا خوندنم در کار، خیر میکنم برای خدا، هر عملی که میکنم امر و معروف میکنم برای خدا شدنش در کاری چیز من بعد ثواب میگیرم. اگر برای رکلام من تعریف کنن، من در تمام مردم مجیب الله زور گوید، من گناهگار میشم پیش الله. باید که این چیز در دل من نباشد. من نشون حتی حکایه میارم. مبارک صحرا رفت میگد، صحرا یک جوان دید که گوسفند پایسته گشته است. همین گفت جوان گفت از خدا بخبره، بسم نگو من یک فهمونمش معویزش کنم. گفت بعد گفت که من به بنده خدا انت گوسفند پایسته گشته خدا میشناسی؟ الحمدلله گفت میشناسم خدا ها. میگه اگر خدا نباشه گفت زمین آسمان گفت در تیر خودش دور نمیزنه، این صاحب داره. گفت خدا گفت من صفات که خدا چه خیلیه. گفت رنگ و روش من بگو. همین گفت من بی گوسفنده بی. گفت خدا صفت کرده نمیشه، من بی گوسفندگی. گفت لیکن میگه برای تعلیم رفت، از وای تعلیم گرفت. من خیال کردم که میگه این آدم علم نداره و من بگم. بعد گفت میگه من یک نصیحت کن، یک نصیحت میکنم. گفت میگه اگر من بی علم برای خدا گرفتاشی طمع بند در پیشت، اگر برای دنیا گرفتاشیش از جنت میتکن تو نامین بسه. گفت الله اکبر. برای خدا خواهد انشاءالله چیزایی که خدا خواهد نیست نکنش. من چی میگم؟ من جون مثل که در زندگیش کن نمیکنی، در زندگی بانن نمیبریش، در زندگی باور که شب و روز خوارش نمیگیری، یا تو شاشلیک بوده دادش نمیتونی. یک شو در دمگاه زنی بغل جاگگی زن تر کرده رفته خواه رفته نمیتونی. دمگاه یک شوک بعد این مرد خلاخت بر رکلامه میکنی، بعد بانن میکشی، بعد پیسته میکشی گویا که تو اتاری رود سیاه به همون باید. همون بزرگا میگن در حیاتی نکردی شادم، بعد مردن چی لازم داد و فریادم. در زندگی میگه یک بار خدمتم نکردی، حج نبردیم، گیردم نگردی، شاه اومده خدمتم نکردی، بانن و پیسته نوردی، اگه بعد مردم اگر بعد سکر نه ایمده در کار نیست. میگه همون صفحه در اینترنت دیدم سوالش دادیم که همین در حقی بچه چی میگوی؟ باید بگه به حقارت کرده بیچاره. بچه هم در همین زندگیم بیا بینه کو پشول طور نه بچه. این بچه بچه پدر در اینجا انتظار این دخترک باز که گشته در چند روز. پل غنیمت، حتی غنیمت نیست، اپا غنیمت نیست، پل.
ولی خدا خواهد مرد بنجر خدا خواهد دوم که دستی گیره بشم من نوباس میکشم من قطاز میکشم من خدا خواهد حضرت خدا خواهد تاشکن میارم حاجی مرزا میارم من خدا خواهد آورو میکنم روسیه با ما آورود در زندگیش بکن خدا خواهد انشاءالله مزه کنه خدا مرم وای راضی شای کوی مردم راضیگی شرط نیست مونده وای دعاشه که من جمعت کوی اکتاش آکی والیده پدر مادر راضی شد به هیچی در کار نیست خدا خواهد دو دنیات خدا خواهد یک تای دو دنیات نجات خدا خواهد عمرتم برکه میوی زندگیت نم پگه پیش الله نم جنت میدرهی چون که رضای فی رضای والده راضی خدا در راضی پدر مادره عزیزانی من این کارا را نکنی خدا خواهد انشاءالله بین انشاءالله خدا خواهد یک مسلمان حقیقی شیم یک مؤمنای حقیقی شیم خدا خواهد انشاءالله بین طاعت عبادت کنیم خدا خواهد خوبی ها در این دنیا بکاریم این دنیا غنیمته عزیزی من این دنیا غنیمته الدنیا ساعت فجعل طاعتون این دنیا یک ساعته میگه در همین ساعت طاعت که عبادت کرگی همین وقت این دنیا غنیمتش در کجای چون که در همین جا ما ذخیره آخرت میکنیم ما در همینجا خدا خواهد قصرها میسازیم ما در همینجا دخترای جنت آماده میکنیم برای خودمون با توفیل نمازکام با توفیل خیر احسان عبادت بین عزیزانی من در اینجا صحبت با پایان میرسونیم الله سبحانه و تعالی ان شاء الله با فرصت یا با یک روزهای خوب با شما عزیزان ان شاء الله هم صحبت میشیم ان شاء الله خدا خواهد چخیلی که گفتیم وقت غنیمت آدم غنیمت ان شاء الله من روزهای نزدیکمون ماه رمضانم که ان شاء الله حقیقی توبه ها کرده حقیقی قلبام پاک کرده و یک خرسندیا و یک شادیا یا دیگر خدا خواهد پیشواز گیریم یا دیگر مبارکباد کنیم این سالان نرسیدگی آدمای من از یک قشلاق نبید تا این رمضان چند آدم برفت او هم آرزو داشتن این خدا خواهد با سال دیگر همه دعا میکنه سال خداوند در ماه یک دعا دوره موسیقی دا سالهای بسیار بسیار رمضان نرسون نکی خدا با نصیب کرگی میرسه نصیب نکرده چندینش خدا خواهد این دنیا را ترک کرده برفتن ما هم غنیمتیم ما و شما برای من عزیزان خدا خواهد گپای سخت زداشیم حضور انشاءالله خدا خواهد لیکن از روی خدا خواهد همش فایده شماست بعضی وقت عصبی میشم انشاءالله بعضی وقت خدا خواهد انشاءالله داد میگم لیکن همش فایده ما و شماست من وقتی که رفتاری مردم میبینم گفتاری مردم میبینم باور نکنین خدا خواهد در کرتم نمیگنجم بعضی واقعای مردم رو میبینم بعضی گناه های مردم امروز کور نیستیم اما حدیده هستیم اینکه از خدا میترسم مثل ترکی آبین خدا خواهد یک لحظه نمیبیزد ای خدا بترس نه ترکم بود خدا خواهد نه کی داشتش تو نیست کی چکاش که چند هزار چند میلیون آدم برفت ما هم قسم ما هیچ سیاسی هیچی نیستیم ولی من توبه که خدا خواهد انشاءالله بچه ها و دخترها را گو بسیار شوخی نکنن توبه راه عبادت گیرن که این بلاها هم بسر ما اومدنش هیچ گپی نیست وقتی که هر چیزی میگه حد اعلی است از حد گذرد رسوا شود یا نه برار خدا حد مونده که از حد که بور میدی رسوا بشی خدا میبیزد یک دقیقه نکی کار خدا خواهد کاری که الله راضی شود کاری که نزد مردم نزد خدا شرمنده و شرمساری این دنیا آخرت نباشه نوبت به یک قرائت میتیم ان شاء الله یک قرائت کنن خدا خواهد قولی محترم و بعد از این خدا خواهد ان شاء الله دعا میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله. پاک و پروردگارا آنچه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی، همیشه برای راست، برای صراط المستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. ثواب گذشتگان همین اهل جمعیت، همین خاندان، همین دیار نگذشتگان خدا ناخودت در این روز مبارک طریق رحمت شایسته جنت بگردانی، قبرهاشون پر نور، آخرتشون آباد بگردانی. همه اهل خاندان آنچه ناز و نعمتهای خدا نگی که پیراستند خدا اونا به درگاه خود قبول نمای، سایبانی آخرت بگردانی. در این خاندان همیشه تینجی، آرامی، خاطر جمعی، تنسیتی، فیض و برکات. همه اهل جمعیت و همه خاندان چی مقصد و چی آرزوها دارن، خواه دینی است و خواه دنیای با فضل و کرامت برآورده خیر بگردانید. خداوند ما به بهارم رسیدیم. امروز طبیعت دیگرگون می شود. الله یعنی ماها، مردها و زنها رم خودت پروردگارا دیگرگون بگردان، قلبهاشون نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردان، همیشه برای راست، برای صراط مستقیم هدایت بگردان، از شر شیطان ملعون مرجوم مردوم پروردگارا این جامعه ما را خدا خودت دور بگردان. و تو فعل این کودک در این محفل مبارک اشتراک کردیم. خدا این کودک هم عمری دراز، رزقی فراخ، تنی صحت، خاطری جمع، از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باش. در آینده مثل این امکا و مثل خداخواد حضرت یکی از عالمان و خاریانی با عمل بگردان و چون این روزی خرسندی شادی را به کل خاندانی ما الها نصیبه بداری. خداوند در تمام دنیا تینجی، آسایشتگی، خاطر جمعی، صلح و امنیت بین ملت ها خداوند برقرار بداری. رئیس جمهور هم خداوند خودت عمر دراز، رزق فراخ، تنی صحت که برای بهبودی زندگی مردم، برای بهبودی دین اسلام عزیز خدمت دارند. خداوند عمرهای دراز، از بلاهای ارضی و سمایی در پناه خودت خداوند نگهبان باشی. همه خادمان حکومت توفیقشون الله با رفیق بگردانی. خداوند خودت چی مقصد چی آرزوها داریم با فضل و کرمت برآورده خیر بگردانی. محمد علیه السلام در دعاشو گفتند استعیذ بالله ومنهم یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سلامت باشی، خوش آمده، نوری دیده تاجی سر.